به نام الله بخشاینده مهربان. حمد و ثنا الله بزرگ را و صلوات و سلام بر بهترین پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و اصحابش. بهترین صحابگان یعنی بهترین فرزندان آدم بعد پیامبران و بعد ابوبکر و محبوب ترین صحابه ها به پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد ابوبکر. این مرد کسی است که همه وقت در برابر گرفتن نامش لقب شجاع و حق پرست و عادل همراه کرده می شود. هر کجا که نام او گرفته می شود، هر صفت خوبی که در برابری نامش همراه کرده می شد موافق می آمد، مثل پرهیزگار، زاهد، خاکسار و بسیار گریه کننده از ترس الله. همچنین بسیار دانا و با فراست و دوراندیش. دشمنی هوا و هوس بود. همه این صفت‌های بودند که نام این شخص آنها را در بر می‌گیرد. این مرد عمر فاروق رضی الله عنه می باشد. او از قبیله قریش عدوی می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با او کنیه ابو حفص را گذاشته بود. ابن جوزی می گوید بدانید که عمر الله از او راضی بود هم در زمان جاهلیت یعنی پیش از اسلام مرد با احترام و بزرگ بود و هم در اسلام. ابن کثیر می گوید عمر رضی الله عنه بسیار یک مرد خاکسار و پرهیزگار بود. زندگی عادی ترین داشت. طعامهایش نیز از همه طعامهای عادی بودند. طعامهای می خورد که شاید کمبغلان طاقت زندگی را با چنین طعامها نداشتند. اینچنین یگان لباسش نیز بی پارگی نبود. با همه آن بزرگی و عظیم جثه بودنش سطیل‌های آب و طعام را برای مردم کمبغل در سر کتف یا سر پشتش می کرد و می رفت. به سبب آن که چیزی نداشت بالای خر یا اشتر بماند و سوار شود، به آنها پشت لوچ سوار می شد. در لبان او بسیار کم خنده دیده می شد و با کسی هم شوخی نمی کرد. نقشی که در انگشتریش بود چنین نوشته شده بود: ای عمر، برای عبرت و یادآوری قیامت مرگ بسنده است.